نیما تکیدو چی شد و کجاست الان؟ خیلی میگن دستگیر شده. حالا میرسیم اول ماجرا. نیما تکیدو واقعا کی هستن و شاید خیلی واقعا نشناسندش. حالا خیلی میگن ولی شخصیت معروفی بود، من خودم میشناختمش از خیلی سال قبل و یه شخصیت بود که واقعا از صفر شروع کرد یه جورایی از نظر من، اون چیزی که من دیدم و ویدیوهای اولش رو اگه میرفتی نگاه می‌کردی، الان که دیگه نمیتونی نگاه کنی چون کانال یوتیوب و پیج اینستاگرامش مسدود شده. حالا اینم جلوتر بهتون میگم که چجوری مسدود شده و اصلا چجوری تونستن مسدود کنن و چرا مسدود کردن. ویدیوهای قدیمش رو که من دیدم از یه شخصی بود که واقعا نه سرمایه اولیه گنده‌ای داشت نه چیزی، خیلی ساده شروع کرد مثل خود منم تقریبا و مثل اکثر یوتیوبرها 90%شون خیلی واقعا از صفر شروع کردن، فقط یه گوشی داشتن خودشون بودن. حالا خیلی هاشون دیگه تجهیزات حرفه‌ای دارن و اومد ویدیوهای ریاکت ساخت، ویدیوهای گردشی ساخت، ویدیوهای چالشی ساخت، یه همچین ویدیوهایی ساخت و باعث شد که حالا بعد چند سال تلاش و زحمت این ویدیوها بازدید بخورند و یه جورایی معروف بشه و معروفیت حالا اونچنانی نه ولی خب یکی از شخصای معروف یوتیوب بود و یکی از محتوا سازان یوتیوب بود که من خودم بعضی از ویدیوهاشو دیده بودم ولی کس نبودم که نیما فهم باشم و دنبالش کنم. اینجا رسید که انگار یک شرکت رانی که دیگه میشناسید و شرکت فایر پاور اگه اشتباه نکنم اسمشو درست بگم اومدن اسپانسر شدن و گفتن که بیا ایونتی بذار. انگار اومد یه ایونت گذاشت نیما و یه چند تا یوتیوبر دیگه که اونا هم بودن. انگار که خیلی سریع پر شده ظرفیت بلیت و حتی اونا خودشون هم پیش بینی کرده بودن که مثلا اگه 5000 نفر بلیت فروختیم خیلی هم ممکنه بدون اینکه بلیت بخرن اصلا پاشن بیان، اصلا فکر نمیکنن که مثلا بلیتیه، فکر کنن اصلا همینجوری دوره همیه. خیلی هم ممکنه اینطوری پاشن بیان. برای همین حتی بیشتر از 5 نفر هم ظرفیت به گفته خودشون دیده بودن. خیلی بیشتر از اون حجمی که انتظار داشتن رفته بودن اونجا و هم راههای خروجی بسته بودن هم راههای ورودی و خیلی شلوغ شده بوده اونجا. و فضاش با اینکه من نرفتم تا حالا داخل ایران مال ولی میگن خیلی بزرگه و اون فضای بزرگ رو تونستن پر کنن و نظارت درست حسابی به نظر من نبوده روش، چون هر چقدر جمعیت زیاد بشه میشه بازم کنترلش کرد، میشه راه نداد، میشه اجازه ورود نداد، بالاخره یه نظارتی داشته اونجا. حالا به نظر من اون نظارت کامل رو داشته چون من چند روز قبلش هم حتی یه بارم ایونت رو عقب انداخت که مثلا نظارت بهتری روش داشته باشه ولی فکر کنم اولین ایونتش بوده اون بنده خدا هم و تجربه اونچنان نداشته، نمیدونسته اصلا چقدر میان، واقعا میان انقدر آدم میاد نمیاد، این همه تدارکات ببینه نبینه، چه جاییه بگیره، چه وسعتی باشه. و این اتفاق افتاد که خیلی شلوغ شده، زدن پاشو شکستند، انگار پاش آسیب برداشت و یه اتفاقای بعدی براش افتاد. ایونت کلا کنسل شد و رفتن و رسیدیم به اینجا که خیلی از پیجا اومدن در موردش ویدیو ساختن، خیلی از یوتیوبرها اومدن در موردش ویدیو ساختن. من کلا آدم صادقی ام. یکی از دلایلی که خودم اومدم براش ویدیو ساختم اینه که ویدیوهاش خوب بازی میکنه، چون الان ترند شده و در زبون همه افتاده. به هر کی الان بگی نیما میگه آره فلان شده، حتی اونایی که نمیشناختندش و اکثرا اومدن ویدیو ساختن براش، حتی برای اونایی که مهم نبودن اومدن براش ویدیو ساختن و خیلی اومدن اصلا الکی گفتن که ما فلانیم، ما خیلی ناراحت شدیم و این داستانا و خیلی هم توی کامنت بعضیا بهش هیت دادن. حالا چه هیتی بهش دادن؟ این ایران درست نمیشه و این مگه کیه مگه چیه. و یک چیزی رو براتون بگم، این که مثلا میگن بدو میکردن مثل زامبی ها میرفتن، خب این یه چیز تقریبا به نظر من طبیعیه. شما حتی توی مسجد هم رفته باشید دیده باشید یه اتفاق مثلا یه جا میفته مردم هم میدون سمت اونجا ببینن چه خبره و به نظر من طبیعیه. اونم برای همچین سنا رو اکثرا نگاه کنی بین دههای مثلا 90 بیشتر توشون بود تا 80 حتی و سنشون پایین بودن، زیر 15 سال بودن و بزرگم بود ولی تعداد خیلی کمتر و این خیلی طبیعی بود به نظر من. و این نیست که مثلا حالا اون شخص خیلی بزرگی باشه یا مثلا اون کسایی که میدون خیلی آدم خنگی باشن، این داستان نیست، این یه چیز طبیعی بوده به نظر من. و حالا این طرف اومده پیج اینستاگرام و یوتیوبش رو بستن. حالا چراش رو نمیدونیم، هیچکی نمیدونه، همه دنبال چراش میگردن ولی چجوری بستنش. من حقیقتش از یک شخص خیلی معروف و حتی از خود نیما هم معروف‌تر بود تقریبا اون موقعی که گفت، یک سال پیش گفت که به من زنگ زدن، اون شخص خیلی معروف که میگم حالا اسمش رو نمیبرم چون که شاید دوست داشته باشه بدون کسی و نمیخوام حالا مثلا داستان بشه، زنگ زده بودن بهش و گفته بودن که مثلا بیا توی پلیس فتا یا همچین جایی و بعدش اونجا که رفته بوده من بازداشتش کرده بودن انگار و یه همچین چیزایی. نیما رو نمیگم و یک شخص دیگه
و بهش گفته بودن که رمز و پسورد چنل یوتیوب و اینستاگرام تو بده بهم و ازش گرفته بودن و خودشون رو وارد حساب اون طرف شده بودن و ویدیوها رو آرشیو کرده بودن و چنل رو بسته بودن. یه همچین کاری میکنن فکر میکنم و چیزی که من خودم شنیدم از اون شخص. و چون که من به نظرم میاد فکر میکنم حتی پلیس فتح یا هیچ پلیس دیگه ای داخل ایران فکر نمیکنم قدرت اینو داشته باشه که بتونه چنل یوتیوب رو ببنده، چون که دسترسی نداره. یوتیوب مال ایران نیست که بهش دسترسی بده. یوتیوب اول از همه ایران تحریم کرده، دوما داخل آمریکاست، اصلا ایران بهش هیچ خدماتی نمیده که بخواد مثلا زنگ بزنه به شرکت یوتیوب بگه که من پلیسم مثلا این حساب مسدود کن. همچین کاری نمیکنه، فکر نمیکنم یوتیوب همچین کاری بکنه و تنها راهش به نظر من فکر میکنم این باشه که نیما رو برده باشن، گرفته باشندش، یا همین کار مثلا از خودش خواسته باشند و نیما هم با رضایت خودش مثلا رمز و پسورد رو داده باشه و ویدیوهاشو بسته باشن و این اتفاق افتاده. حالا یک فکت دیگه هم بعضیا میگن، من خودم قبولش ندارم زیاد، میگن که خود نیما اومده این کارو کرده و من فکر نمی‌کنم همچین چیزی باشه، چون که بعضیا میگن چون ویدیوی آخرش پاک نشده، پاک نکردن، خود نیما همچین کاری کرده و من اینو نمیدونم، هیچ نظری هم ندارم. حالا چنل یوتیوب و اینستاگرامش برمیگرده یا نه؟ برمیگرده آقا، نگران نباشید. من تا اونجایی که اطلاع دارم احتمال خیلی زیاد برمیگرده. چرا؟ چون که ویدیوها پاک نمیشن وقتی چنل مسدود میشه. اینطوری ویدیوها آرشیو میشن، همه ویدیوها قابل برگردوندنن با همون بازداشت چیزی که داشتن، یعنی انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. یه جورایی برای چنل ضرر داره این کار، برای چنل یه مقداری ضرر داره، ولی خب چیزی نیست که از دستش رفته باشه یا نابود شده باشه. ولی اینکه حالا کی برمیگرده و چه جوری برمیگرده و به نیما چه چیزایی یا تاکید میکنند و میگن این کارا رو نکنه نمیدونم و چرا بسته شده هم نمیدونم. بنده خدا هیچ کار غیر اصولی جمهوری اسلامی ایران انجام نداده بود تا اونجایی که من در نظر دارم. نه لخت شده بود، نه بیادبی کرده بود، نه محتوای سیاسی داشت، نه چیزی. و دلیلش من واقعا نمیدونم چرا این اتفاق افتاده و خود نیما هم نمیدونم دستگیر کردن یا نه. خیلی بعضی افراد میگن آره دستگیرش کردن، بعضی هم میگن نه، بعضی هم واقعا میگن نمیدونیم، خبری نداریم. خیلی از یوتیوبرهای دیگه هم دعا کردن که این چنلش برگرده، این بنده خدا پیج اینستاگرامش برگرده. خواسته خیلی از مردم هم بوده که این اتفاق بیفته و این برگرده و احتمالاً هم برمیگرده، ولی نگرانش نباشید به اون صورت. نیما حتی چنل دوم و سوم هم داره اگه بخواد فعالیت کنه، فقط موضوع اینه که خودش رو اذیت نکنن. چنل چیزی نیست، حتی چنلش بره چنل صفر هم بزنه دوباره سری میاد بالا، چون شخص معروفیه تقریبا و شخص معروفی الان هم شده، الان ترنده. شاید مثلا 6 ماه دیگه معروفیت الانش رو نداشته باشه. این یه چیزیه که خیلی ها بوده برای افراد دیگه. اصلا میکنم که اصلا نیما داخل بازداشتگاه یا جایی باشه و طبق اطلاعات ریزی که من ازش دارم فکر نمی‌کنم داخل بازداشتگاه باشه و ما قبلا 2 سال قبل با تیمی که باهاش کار می‌کردن من در ارتباط بودم، چون خودم هم یوتیوبرم و اینکه فکر نمی‌کنم چه اتفاقی افتاده باشه. اگر این ویدیوها حمایت بشه و همه چی اوکی باشه و وضعیت برگرده به روال سابق و نیما هم اوکی باشه، من حتی میتونم باهاش ویدیو بگیرم و قدرتشو دارم که بتونم باهاش ارتباط بگیرم و یه سری آشنایی هست، بالاخره چند سال دارم کار میکنم و یه سری آشنایی هستن که بتونم وصل بشم به نیما. این ویدیو لایکش کن و بیا داخل چنلم، شاید اصلا منو توی اکسپلور دیده باشی یا چنل من نداشته باشی. چاکرم. تو نصرت ای